سلام. اینجا میخوایم که بهتون ثابت کنیم که چجوری میشه در 2 هفته 10,000 فالوور رو به پیج اینستاگرامتون اضافه کنید. خب برای این کار اول ما پیج خودمون رو برای تست به شما نشون میدیم. اول تاریخ رو مشاهده کنید که 31 جولای این تست رو شروع میکنیم تا 2 هفته بعد این پیج رو بهتون نشون بدیم که بدونید در 2 هفته این تعداد عضو قطعاً ارسال میشه، افزایش داده میشه با این روشی که قرار بهتون یاد بدیم. خب اینجا میبینین که تعداد فالوورها 10K هست، 10K هست که این همین 10K هم به همین روش جمع آوری شده. خب بعد از 15 روز دوباره این پیج رو بهتون نشون خواهیم داد. سلام دوباره خدمت شما دوستان عزیز. خب از اون مدت حالا 15 روز یا همون 2 هفته میگذره و تاریخ رو میتونید نگاه کنید که 14 آگوست است، 8/14 و اون روز فکر کنم 39 جولای بود، هفته 31 ببخشید. خب حالا از اون روز که گفتیم 2 هفته میگذره و قرار بود که توی 2 هفته 10,000 فالوور رو به اون پیجی که بهتون نشون دادیم که دارای 10,000 فالوور بود بفرستیم. خب این هم همون پیج. میبینید که 21,000 فالوور داره، 21K، یعنی حدوداً 11,000K بهش اضافه شده. البته این 1,000K و اینکه ریزش نداشته باشه با این حرفا به فعالیت پیج ربط داره که اون هم توی آموزش بهتون میگیم که چجوری فعالیت کنید و با پیج خودتون چجوری اون ریزش رو جبران کنید و اصلا کار سختی نیست. الان میبینید که توی 2 هفته 10,000 فالوور اضافه شده که اصلا این کار خیلی راحتی هم نیست اگه پیج اینستاگرام داشته باشید و در 1 ماه بشه گفت 20,000 فالوور بیارید. خب این 10,000 فالوور فقط برای یک بار نیست، شما این 10,000 فالوور رو هر 15 روز یک بار میتونید اضافه کنید به پیجتون، یعنی هر ماه 20,000 فالوور که میتونید آخرش پیجتون رو بفروشین یا اینکه تبلیغ بخرید. خب دنبال همون پستی که دفعه پیش قرار داده بودیم این پستا بودن، همونطور که میبینید 2 هفته